درود به شما دوستان عزیز، به کانال هدهد خوش آمدید. این قسمت درباره زوج جاسوس جماهیر شوروی است. برای شنیدن این قسمت با ما همراه باشید. قبل از هر چیز لطفاً برای حمایت از ما ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید و همچنین خوشحال می‌شویم اگر پیشنهادی برای موضوع ویدیوهای بعدی دارید برای ما در کامنت ها بنویسید. وقتی در جنگ جهانی دوم سران متفقین در تهران جمع شده بودند، تقریباً هیچ کس نمی‌دانست از مدت‌ها پیش علاوه بر جنگ میدانی، جنگ سختی هم بین جاسوسان آلمانی و روسی در تهران در گرفته. هیتلر با حساب و کتاب دستگاه جاسوسیش برای سران آمریکا، شوروی و انگلیس در تهران تله گذاشته بود و اگر کار درست پیش می‌رفت در همین شهر یعنی تهران هر سه نفر را ترور می‌کرد. گوهر و گئورگ عاشق و معشوقی هستند که خیلی از اهالی روسیه داستان آنها را می‌دانند. داستان‌های روسی می‌گویند گوهر و گئورگ همیشه پیش هم بودند، چه در زمانی که گئورگ مدال لیاقت جماهیر شوروی را از استالین می‌گرفت و چه در زمانی که پوتین چند شاخه گل را به رسم یاد بود روی تابوت گئورگ می‌گذاشت. در داغ‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم، وقتی نازی‌ها میدان نبرد را در لنینگراد و جبهه‌های اروپای شرقی یکی پس از دیگری به روس‌ها واگذار می‌کردند، بنا را بر این گذاشتند که نبردشان را در شکل و شمایلی به کوچه‌های تهران بکشانند. تاریخ‌نگاران می‌گویند آن دوران محله‌های ارمنی تهران پایتخت جاسوسی دنیا بود، زیرا جایی بود که جاسوس‌های آلمان، شوروی، انگلیس و آمریکا در آنجا زندگی می‌کردند. گوهر و گئورگ در همان روزها با تعداد زیادی از اهالی شوروی که ساکن تهران بودند به استخدام کاگبه درآمدند، اما احتمالاً هیچ کدامشان فکر نمی‌کردند بعدها سرنوشت جنگ جهانی دوم و حتی دنیای پس از جنگ در دستان آنها قرار خواهد گرفت. این زوج عاشق پیشه فقط یک مأموریت ساده داشتند: جمع‌آوری اطلاعات از تحرک جاسوس‌های آلمانی و نیروهای ستون پنجم نازی در محله‌های ارمنی تهران. گوهر وارتانیان 25 ژانویه 1926 در ارمنستان شوروی به دنیا می‌آید. گوهر در اوایل دهه 1930 به همراه خانواده‌اش به ایران مهاجرت می‌کند و در 16 سالگی به گروه ضد فاشیسم شوروی به اسم سوار نظام کوچک جذب می‌شود. این گروه در آن روزها در تهران فعالیت می‌کرد. گئورگ وارتانیان که یکی از سرهنگ‌های اتحاد جماهیر شوروی بوده، آن موقع ریاست گروه اسب سواران را بر عهده داشت. این مقدمه آشنایی زوج جاسوس عاشق پیشه بوده است. خود گئورگ وارتانیان ماجرای آشناییشان را با گوهر این گونه شرح می‌دهد: برادرش جزو گروه 7 نفره سوار نظام کوچک بود. وقتی ما با هم آشنا شدیم گوهر 13 سال داشت. در سن 16 سالگیش من او را مجذوب کار کردم، چون در آن کیفیت مورد نظر را می دیدم. کم کم همکاری و دوستی ما به عشق تبدیل شد و در سال 1946 در تهران ازدواج کردیم. البته این تنها ازدواج جاسوس‌های عاشق پیشه نبود. گوهر و گئورگ بعدها چند بار دیگر هم برای حفظ مسائل امنیتی با اسم‌های مختلف با هم ازدواج کردند. گئورگ در آن سالها یک شیرینی فروشی در تهران داشت و با نام مستعار امیر در محله ارمنی‌ها زندگی می‌کرد. آقای جاسوس که در اوایل سال 1930 راهی تهران شده بود، تا اواسط دهه 50 میلادی با ظاهر یک تاجر ثروتمند در تهران ماند و برای شوروی جاسوسی کرد. زوج وارتانیان در تمام سالهای حضورشان در ایران عملیات جاسوسی زیادی انجام دادند، اما مهمترین مأموریت آنها همزمان با کنفرانس تهران رقم خورد که بعدها هم در قالب فیلم تهران 43 با بازی آلن دلون روی پرده سینما رفت و با حدود 48 میلیون بیننده در سال 1981 بهترین فیلم سال شوروی شد. آگوست 1941 بود که نیروهای شوروی طبق پیمان دوستی که در سال 1921 بین ایران و شوروی امضا شده بود، از شمال وارد تهران شدند تا عملیات نیروهای آلمانی را تحت کنترل بگیرند. همزمان با این ماجرا انگلیس هم نیروهایش را از جنوب وارد ایران کرد تا طبق گفته خودش به جریان ارسال تجهیزات انگلیسی آمریکایی به شوروی از طریق خلیج فارس نظارت کند.
گئورگ وارتانیان اوضاع آن روزهای تهران را اینگونه توصیف می‌کند: شهر پر از پناهجوهای ثروتمند اروپایی بود که از ترس جنگ به تهران آمده بودند. حدود 30,000 آلمانی در تهران بودند و عوامل جاسوسی نازی در بین آنها پنهان شده بودند. آنها توانستند با کمک یکی از عوامل قدرتمند و کارکشته خودشان به اسم فرانس مایر در تهران پایگاهی هم ایجاد کنند. در این بین گئورگ یا همان امیرآقای شیرینی فروش فقط بین سالهای 40 تا 41 همراه با تیم 7 نفره‌اش 400 عامل نفوذی نازی در ایران را شناسایی کرد که تک تکشان توسط نیروهای امنیتی شوروی دستگیر شدند. مأموریت‌های زوج وارتانیان همراه با گروه 7 نفره‌شان در قالب شناسایی جاسوس‌های نازی در تهران ادامه داشت تا اینکه در سال 1943 یعنی در بحبوحه جنگ جهانی دوم استالین رهبر شوروی، روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس تصمیم گرفتند در تهران با هم دیدار کنند و درباره دنیای پس از جنگ جهانی به گفتگو بنشینند. تاریخ تعیین شده از طرف 3 کشور 28 نوامبر بود، اما از آنجایی که این نشست یک کنفرانس کاملا محرمانه بود، حتی شاه ایران هم از این نشست خبر نداشت. اما یکی از جاسوس‌های معروف آلمانی چند ماه قبل از برگزاری کنفرانس از زمان و مکان برگزاریش اطلاع پیدا کرده بود و آن را شخصاً به هیتلر گزارش کرده بود. هیتلر هم به یکی از خبره‌ترین جاسوسایش یعنی اوتو اسکورزنی دستور داده بود تا در مدت چند ماه نقشه ترور هر 3 نفر را طراحی کند. اسکورزنی همان مأموری بود که چند ماه قبل از این ماجرا موسولینی را از ایتالیا فراری داد و تقریباً حرفه‌ای‌ترین جاسوس نازی‌ها به حساب می‌آمد. از آن طرف گئورگ هم با موفقیت در تمام مأموریت‌هایش تبدیل به معروف‌ترین جاسوس کاگب شده بود. وجود این 2 نفر در این عملیات این معنی را داشت که در پشت پرده کنفرانس تهران تقابل خبره‌ترین جاسوس آلمان با حرفه‌ای‌ترین جاسوس شوروی در جریان بود. گئورگ ماجرای خنثی کردن عملیات ترور که به پرش بلند شهرت داشت را این گونه شرح می‌دهد: برنامه عوامل نازی کنترل کردن رودخانه زیرزمینی بود که از نزدیکی قبرستان ارمنی‌ها می‌گذشت و به سمت سفارت انگلیس می‌رفت. موقع نشست سال 1943 سفارت انگلیس که چرچیل در آن اقامت داشت از طریق یک دالان کاملا محافظت شده با سفارت شوروی ارتباط داشت که استالین و روزولت هر دو در آنجا مستقر بودند. تیم ما یک گروه 6 نفره عوامل رادیویی نازی را در مسیر حرکت به شهر قم شناسایی کرد. آنها را در تهران تعقیب کردیم و متوجه شدیم ویلایی را برای استقرار خودشان انتخاب کردند. آنها با شتر مسافرت می‌کردند و سلاح به همراه داشتند. آنها را زیر نظر داشتیم و متوجه شدیم که از طریق رادیو با برلین در تماس هستند. در نتیجه پیام‌های رادیوییشان را ضبط کردیم. از طریق این پیام‌ها متوجه شدیم که قرار است گروه دومی برای انجام این ترور به سمت تهران برود. به احتمال فراوان رهبری گروه دوم بر عهده اسکورزنی بود. قبل از رسیدن گروه دوم تمامی اعضای گروه اول را دستگیر کردیم. البته دوست داشتیم خود اسکورزنی هم به تهران بیاید و او را هم دستگیر کنیم، اما زمان نشست نزدیک بود و نمیتوانستیم ریسک کنیم. در نتیجه اعضای دستگیر شده گروه اول را مجبور کردیم از طریق پیام رادیویی شکست عملیات پرش بلند را اعلام کنند. رهبران برلین هم پس از این ماجرا تصمیم گرفتند دیگر گروه دومشان را اعزام نکنند. گئورگ به عنوان تنها بازمانده از نسل افسران امنیتی طراز اول شوروی در زمان جنگ جهانی دوم همین چند سال پیش در بیمارستان مسکو از دنیا رفت. اما همسرش گوهر که بنا به گفته گئورگ اصلی‌ترین نقش را در عملیات دستگیری جاسوس‌های آلمانی ایفا کرده بود تا سال 2019 زنده بود. هرچند رسانه‌ها در تمام سالهای پس از کنفرانس تهران بارها برای مصاحبه سراغ گئورگ رفته بودند. حتی کتاب خاطراتش هم به بیشتر زبان‌های دنیا از جمله فارسی ترجمه شده بود. اما در این سالها کمتر سراغ گوهر را گرفته بودند. با این همه گوهر یک روز دوشنبه در 93 سالگی درست در 76مین سالگرد کنفرانس تهران درگذشت. ممنون از همراهی شما عزیزان.